دیدی فانوس‌هایی رو که من در می‌گیرم کسی قصداً خاموش می‌کنه. هنرمندان تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانوی شهریباختر در برابر اثرهای ادیبان معاصر و کلاسیک تاجیک اینچنین نمایشنامه‌های را از روی اثر و روایت‌های ادیبان جهانی نیز انتخاب می‌نمایند. این نوبت اهل ایجاد نمایشنامه نوی را با نام نوری سحرانگیز فانوس‌ها مؤلف طاهر محمدرضا از روی افسانه‌های خلقی ایتالیایی روی صحنه تئاتر آوردند. هر یک صحنه برای تماشابین تربیت دهنده است و باید بگویم که امروز نمایشنامه‌ای که امروز پیشکش بیننده عزیز گشته ایستاده است بسیار هم پسندشان آمده ایستادند و بسیار هم اظهار مینه‌داری میکنند و مقصد تهیه این نمایشنامه تربیت جوانان در رویه میهندوستی، وطن پرستی، دوست داشتن همدیگر و عشق پاک و اینچنین احترام به نسبت کلانسالان. در یکی از شهرهای قدیمه که روستاهایش وابسته به هنرمندانش نامگذاری شده‌اند به مانند بافندگان، آهنگران، کلالگران، چرمگران، مردی سالخورده با نام جوانی همیشه در دست فانوس کوچه ها را فروزان می نماید و شاهدی مهر و محبت دو دلداده انریکه و اندلینا می گردد. از بس که گروه از حسودان مقابل عشق و عاشقی دلدادگان بودند و محبتشان را همیشه خلالدار می نمودند با کمک فانوسگر جوانی به مراد و مقصد خویش می رسند. همه هنرمندان جوان هستند چون نقش جوانی را هنرپیشه تئاتر علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان سهراب شریفов بسیار هم خوب بازیدند، بسیار یک با مهارت بلند کسبی آفریدند. نقش‌های جوانان یعنی که ادیلینا دخترک و انریکه یعنی که نرگس و کاملجان نیز بسیار نقش‌ها را در یک سطح بالایی اجرا کردند. اینچنین عزیز که نقش روبرتو سرداری آن راهزن‌ها را می‌بازید بسیار در یک سطح بالایی، یک سطح بلند مهارت خود را نشان دادند و نقش یعنی که مزددوز نیست بسیار هم چشم راست و زیرا یک مردی با حشمت یک جوانی داریم در تئاتر که بسیار عظیم جثه است و هر نقشی که می‌آفرد هر ایما و اشاره‌ای که نشان می‌دهد قابل قبول است و فکر می‌کنم همه هنرمندانی که در این نمایشنامه یعنی که بازی کردن نقش آفریدن این یک انسامبل بودن و ساختن این نمایشنامه را بسیار هم زیبا. همچنین در آفریدن نمایشنامه نوری سحرانگیز فانوس‌ها کاری نظررس رسام، آرایشگر صحنه، کارگردان آواز، استای لباس و دیگر هیئت ایجادی را قید نمودن جایز است. بهرالدین امامی‌دین، فیروز قربانوف، ولایت ختلان، مخصوص برای برنامه تحلیل خبری اطلاع.